بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش آمدید به درس امروزی ما. ان شاء الله درس های مصطلح الحدیث را ما ادامه میدیم که این درس 11 هست بعد از امتحانات اولی سال. کسانی که با ما نو شامل شدند از شما خواهش میکنم که اگر شما شوقمندی این درس ها رو دارید، پس انشاءالله که 10 درسی اول رو گوش کنید که در 10 درسی اول ما در مورد حدیث های خیلی مهم، یعنی اصطلاحاتی و مصطلح های خیلی مهم درس خوندیم، گذاشتیم و مانند حدیث صحیح و حدیث ضعیف و غیره. انشاءالله امروز ما درس های خود رو ادامه میدیم و این درس های مصطلح الحدیث اینها رو ما با کتاب التذكرة فی علوم الحدیث پیش میبریم از امام ابن الملقن. و انشاءالله در درس امروزه ما از 3 نوعی اساسی حدیث میگذاریم که این نوعی معنعن، الشاذ و المنکر میباشد. اما در مابین این 3 تا نوعی حدیث من 3 تا دیگر رو هم ذکر میکنم و از چی سبب آنها رو مستقلانه درس نمیدیم؟ از سببی که خودی مؤلف آنها رو ذکر نکرده است و من هم همین گونه یعنی میبینم که با آنها ضرورت نیست که آنها رو مستقلانه ذکر کرده شود، جدا ذکر کرده شود، از سببی که دو تای آنها مقابل شاذ و منکر میباشند و یکی از آنها خیلی مانند و معنعن میباشد. پس آغاز میکنیم انشاءالله. ما در این جای کتاب رسیده بودیم، من برای شما معنعن را گذاشته بودم، یعنی که وقتی که ما به معلق رسیده بودیم من از معنعن گذاشتم و من برای شما تدلیس را فهمانده بودم. در درس گذشته ما 2 نوعی خیلی مهم رو گذاشتیم که این 2 نوع بودند التدلیس و این چنین المرسل الخفی، که شاید از تمام این درس هایی که شما گذاشتید در مصطلح شاید که التدلیس و المرسل الخفی از همه شاید نوع های مشکل ترین با شما بودک. اما پریشان نشوید، انشاءالله با تکرار، چندین بار که تکرار شود انشاءالله شما خواهید فهمید. این درس هم کمی مشکل هست. اول این درس آسان تر هست، یعنی معنعن آسان هست، مؤنن آسان هست. شاذ را من الکی برای شما در قسمی در شرایط صحیح فهمانده بودم، اما مستقلانه امروز میفهمانم و این چنین منکر رو هم به منکر هم من اشاره کرده بودم. به هر حال پس ما یعنی برمیگردیم به نقطه 11 به قسمی حدیث، به 11م قسمی حدیث که این رو گفته می شود الحدیث المعنعن. و مؤلف میگوید که وهو ما اتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان وهو متصل ان لم يكن تدلیس و امکن اللقاء. از چی سبب من این رو گذاشته بودم و برای شما اول تدلیس رو فهمانده بودم؟ از سببی که در اینجا تدلیس رو ذکر میکند خودی همین مؤلف، یعنی تدلیس در اینجا میگوید. پس نو آموز چگونه تدلیس رو فهمد وقتی که تدلیس پس از این بعد از این فهمانده می شود؟ از این سبب من برای شما تدلیس رو فهمانده بودم و برای تدلیس این گونه یعنی تعریفی مختصری روشن دادنش ممکن نیست، یعنی مشکل هست، از سببی که تدلیس 3 اقسام دارد. اگر شما باید داشته باشید تدلیس الاسناد، تدلیس التسویه و تدلیس الشیوخ. تدلیس الاسناد آن حدیثی رو گفته می شود، یعنی با شما یک بار دیگر میگویم که باید داشته باشید آن حدیثی رو گفته می شود که در آن راوی از این گونه یک کسی روایت می کند که از آن شخص دیگر حدیث ها رو شنیده است، اما همان حدیثی که روایت می کند آن رو نشنیده است، با همین گونه یک لفظ هایی که با ما اشاره می کند یا با ما احتمال می دهد که آن شخص شنیده است. و فرق بین تدلیس و مرسل خفی خیلی کم هست و خیلی قند هست فهمیدنش. از این سبب من برای شما فهمانده بودم که التدلیس آن حدیثی رو گفته می شود وقتی که راوی از شخص حدیث بیان کند که دیگر حدیث ها رو شنیده است، از یک شیخ حدیث روایت می کند و از آن شیخ دیگر احادیث رو شنیده است، اما همین حدیثی که روایت می کند این رو نشنیده است، اما می داند که همان شیخ این حدیث رو از یگان کس دارد. و این چنین یک قید دیگر همین است که با این گونه لفظ ها روایت میکند که به شنونده یعنی این گمان رو میدهد، این غلط فهمی رو میدهد که این شخص مستقلانه از همان شیخ این حدیث رو شنیده است، حالان که در اصل این حدیث رو نشنیده است.
و البته المرسل الخفی این گونه حدیثی هست که یک کس، یک شاگرد گویم، یک نقل کننده از شیخ، از یک کس حدیث روایت میکند که او را از او یگام حدیثی را نشنیده است، هیچ یگان حدیث از آن شیخ نشنیده است، اما باز هم این حدیث را از آن شیخ روایت میکند با همین گونه لفظ هایی که به شنونده احتمالی شنیدن را میدهد یا غلط فهمی را میدهد که این شخص از همون شیخ شنیده است، وقتی که این نقل کننده و آن شیخ در یک زمانه، در یک عصر زندگی کنند و ملاقات آنها ممکن باشد. به هر حال اکنون معنعن چیست؟ معنعن همین گونه یک حدیثی است که در آن لفظ عن آمده است، مانندی فلان عن فلان، یعنی فلان از فلان، و آن متصل حساب می شود اگر تدلیس نباشد، اگر در آن راوی مدلس نباشد که تدلیس نکرده باشد و ملاقات یعنی بین نقل کننده و شیخ او، یعنی و از آن شخصی که نقل می کند ممکن باشد. یعنی که به لفظهای آسان اگر من برای شما فهمونم، معنعن خیلی یک نوعی حدیثی آسان هست، یعنی برای فهمیدن آن حدیثی رو گفته می شود که در سند همون حدیث کلمه عن استفاده شود، وقتی که یک راوی از دیگر راوی با کلمه عن روایت میکند. و بعدا انشاءالله میگذاریم به شاذ، اما اول همین نوعی معنعن رو نزدیکتر نظر میکنیم. تعریف حدیث معنعن: لغة المعنعن اسم مفعول من عنعن بمعنى قال عن. از جهت لغوی معنعن اسم مفعول هست از عنعنه و فعل عنعنه معنایش چیست؟ یعنی یک کسی هنگام روایت کردن حدیث چی گوید؟ عن یعنی از فلان شخص، از فلان شخص. عن همین معنا رو دارد که از. و اصطلاحاً قول راوی فلان عن فلان، گفتنی راوی یا گفته راوی، قول راوی فلانی از فلانی عن فلان. تمام، همین قدر هست. اکنون یک مثال رو پیش میکنم، مثال حدیث معنعن. ما رواه ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن دیدن وعن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت. البته متن این حدیث اونقدر مهم نیست، اما باز هم برای شما نوشتم ترجمه این حدیث رو، اما سند این حدیث زیادتر مهم هست که در اینجا نظر کنید. در آخری همین سند چی می آید؟ امام سفیان از اسامه ابن زید روایت می کند، از عثمان ابن عروه، از عروه از عایشه، و هر جایی که از می بینید این ترجمه عن هست. پس از سببی که این حدیث چونین سند دارد که در این سند کلمه عن می آید، یعنی که نقل کننده از شیخش، از همون راوی که از او حدیث شنیده است، با کلمه عن چون که روایت می کند، این حدیث را حدیثی المعنعن گفته می شود. در اینجا یک سوال خلق می شود که آیا این گونه حدیث متصل حساب می شود یا اینکه منقطع؟ از سببی که وقتی که ما می گوییم عن، معنای عن چیست؟ از. پس در کلمه از هم احتمال شنیدن هست و هم احتمال نشنیدن هست. یعنی که وقتی که من بگویم به شما که من این گپ رو به شما از فلان شخص میرسانم، این گپ از فلان شخص هست، در اینجا در این سخنی من هم احتمال این هست که من مستقیما از همون شخص شنیدم یا اینکه من مستقیما نشنیدم، با یک واسطه شنیدم، با یک کسی که در مابین ما باشد. من شاید از یک شخصی دیگر شنیدم و آن شخص از همون شخص شنیده باشد. چون که هر دو این احتمالات هست، بعضی راویانی که میخواستند که کمی سند خود را بهتر نشان دهند، آنها چی میکردن؟ مثلا در تدلیس کردن آنها کلمه عن را استفاده میکردن تا اینکه دروغ هم نشود، اما آنها حدیث را به یک کسی بهتر، به یک راوی عادل و ضابط، یعنی به یک راوی ثقه‌تر نسبت کرده توانند با کلمه عن. پس جواب این سوال در این مورد میان علمای حدیث دو نظر موجود هست. یکم نظر این است که گفته شده است که آن منقطع حساب می شود تا دمی که پیوستگی آن، یعنی اتصال آن معلوم گردد، اما این نظر اعتمادناک نیست، یعنی این نظر معتبر نیست. قولی که درست و مشهورتر هست این دویمش هست که گفته درست و مشهور که به آن عمل می شود و آن را اکثر علمای حدیث، فقه و اصول پذیرفتند چنین هست
که حدیث معنعن متصل حساب می شود با رعایت شرط ها. یعنی که ما عموما حدیثی که در سندش کلمه های عن باشد، لفظ عن باشد، ما این گونه حدیث را متصل یعنی که پیوسته حساب میکنیم، اما با پورا کردن دو شرط. و در این دو شرط بین همین علما اتفاق هست، یعنی که آنها اتفاق میکنن، آنها متفق هستند. اما بعضی دیگر شرط ها هم هست، دوم، سوم، چهارم شرط هم هست که دیگر علما اضافه میکنن، علاوه میکنن، اما من آنها رو به شما بیان نمیکنم، چون که ما باید که تفصیلات این درس ها رو خیلی کم گذاریم که شما فهمیده توانید. اگر نه این شاید از همه 4 فن این از همه فنی مشکل ترین هست، شاید شما اهمیت داده باشید. به هر حال در دو شرط همه آنها اتفاق دارند، یعنی که تمام علما در دو شرط حدیثی معنعن که باید داشته باشد آنها متفق هستند، ولی در مورد دیگر شرط ها اختلاف دارند. آن دو شرطی که در مورد آنها اتفاق شده است، یعنی بین علمای حدیث، اینها می باشند. یکم این است که نقل کننده همان راوی که کلمه عن را استفاده می کند در وقتی حدیث بیان کردن نباید شخصی تدلیس کننده باشد. اگر باید داشته باشد تدلیس کننده یعنی مدلس، اسم فاعلی دلس یدلسو، خب یعنی تاریک کردن، پوشانیدن. یعنی که یکم شرط حدیث معنعن این است که باید همون کسی که میگوید عن فلان باید مدلس نباشد، یعنی که کسی نباشد که تدلیس میکند. و من برای شما فهمانده بودم که تدلیس یعنی چی، یعنی وابسته به این که کدام قسمش رو ما به نظر داریم باید که تدلیس نکند. تدلیس و تسویه که هست وقتی که از ما بین دو راوی قوی یک راوی ضعیف رو حذف میکند. این دو نوع یعنی که تدلیس الاسناد و تدلیس التسویه از همه نوعهای ملامت شونده هستند و کسی که و راوی که این گونه تدلیس کند راوی معتبر حساب نمی شود، مدلس حساب می شود. و مدلس یعنی مدلس بودن این یک نقص هست، یک صفتی منفی هست، یک نقص هست در یک راوی، چون که راوی باید صادق باشد و باید همان کسانی که از آنها حدیث شنیده باشد آنها رو باید روشن و واضح بیان کند، گرچندی که انسان‌های ضعیف هم اگر باشند. به هر حال یکم شرط این است که باید مدلس نباشد. عادتی تدلیس کردن، پوشانیدن، حذف کردن راوی از مابین دو راوی‌های قوی یا اینکه حدیث رو بیان کردن از شخصی که مستقیما نشنیده باشد، این گونه شخص باید نباشد. و دوم شرط همین است که امکان ملاقات آنها با یکدیگر باید موجود باشد، یعنی که ملاقات نقل کننده با شخصی که از او نقل کرده است. عموما شخصی که از او نقل میکند ما او را شیخ میگوییم، چون که در اصطلاح محدثین آنها هم همین لفظ رو استفاده میکردن، گویا که هر کسی که با تو یک حدیثی رو هم بیان کند او شیخ تو میشود، او استادی تو میشود. به هر حال خلاصه همین صحیفه چنین هست که آیا حدیث معنعن، حدیثی که در سندش کلمه عن باشد، آیا این گونه حدیث متصل هست یا اینکه منقطع؟ جوابی درست همین است که متصل هست اگر دو شرط ها رو پورا کند و این دو شرط رو من برای شما در اینجا نوشتم. کسی که عن میگوید همان نقل کننده باید که مدلس نباشد و باید که ملاقات او از شخصی که عن میگوید و از آن شخص روایت میکند باید امکانیت داشته باشد، باید ممکن باشد. چون که اگر امکانیت ملاقات آنها نباشد، مثلا شیخ همین شخص یا کسی که از اون نقل میکند با کلمه عن اگر آن شخص الکی فوت کردگی باشد، پس در اینجا معلوم میشود که این نقل کننده با استفاده از کلمه عن کوشش دارد که شنونده رو فریب بدهد یا اینکه در یک غلط فهمی بیاندازد. از این سبب در اینجا این دو شرط رو پورا کردن برای حدیث معنن مهم هست. اکنون یک حدیث دیگر هست، حدیث مؤنن. در اینجا مؤلف این کتاب این حدیث رو، این نوع حدیث رو پیش نکرده است. اگر در اینجا نظر کنید در اینجا معنعن می آید، تدلیس می آید، شاذ می آید و صحیفه بعدی ده منکر می آید و فرد و غریب و دیگر می آید. تا جایی که بیادم هست، تا جایی که من دیدم مؤنن رو ذکر نمی کند که این خیلی از جهتی هم تلفظ و از جهتی نوشت و هم از جهتی تعریف به معنعن چی هست نزدیک هست. اما از سببی که نزدیک هست من برای شما خودم پیش میکنم، گرچه که در کتاب نیست، باز هم کوشش کنید که در یک کنجک این رو هم فهمید. به هر حال تعریف مؤنن چیست؟ این کلمه
از جهت لغوی اسم مفعول من اننا بمعنى قال ان هست. اسم مفعول هست از فعل اننا که معنایش گفتنی ان می باشد. خب و اصطلاحاً الحدیث المؤنن چی معنی دارد؟ حدیثی که در سندش یک راوی چی بگوید؟ حدثنا فلان ان فلانا قال، فلانی به ما روایت کرد کی فلانی گفت. یعنی همین ان به معنای کی هست. تمام. این هم خیلی یک نوعی آسان هست. حدیثی که در سندش چی باشد؟ یک راوی باشد که ان بگوید. حکم حدیث مؤنن چیست؟ من خلاصه کرده بگویم حکم حدیث مؤنن هم به مانند حکم حدیث معنعن هست. برای همین این رو در وقت خود خوانید، این اونقدر مهم نیست، عین گپ هست. خلاصه چیست؟ یعنی مؤنن از لحاظ حکم مثل معنعن هست و بر اساس همان شرط هایی که در نوع معنعن ذکر شده است بررسی می‌گردد. یعنی که جمهوری اکثر علمای حدیث چی گفتند؟ که ان مثل عن هست و در حالت کلی بر پیوستگی و شنیدن با شرط‌های پیشتر حساب می شود. یعنی که اگر دو شرطی که در نوع معنعن من ذکر کردم با شما، اگر هر دو این شرط‌ها را داشته باشد، پس حدیثی که در آن ان ذکر شده است، آن حدیث هم متصل حساب می شود. تا اینجا، تا همین صحیفه نهم، این بود قسمتی آسانی همین، یعنی قسمت‌های آسانی همین درس. اکنون می‌گذاریم به الحدیث الشاذ. تا اینجا من فقط برای شما دو نوع حدیث رو پیش کردم، معنعن و مؤنن، و این خیلی آسان بود. یعنی که حدیث هایی که در سند آنها کلمه عن باشد یا کلمه ان باشد، یعنی همین خلاصه هر دوی همین دو نوعی حدیث می باشد. اما اکنون حدیث الشاذ چی معنا دارد؟ اگر با یاد داشته باشید شاگردان قدیمی که در اولین قسم حدیثی که ما گذاشته بودیم، حدیث صحیح، البته 5 شرایط رو من برای شما ذکر کرده بودم و این 5 شرایط چی بودن؟ دو شرطی که دخل دارد به راویان این بود عادل و ضابط بودن راویان، یعنی که عادل بودن، با اعتماد بودن و این چونین خاطره کامل داشتن. و 3 شرطی که دخل دارد به خودی حدیث این است حدیث باید متصل باشد سندش و باید حدیث از شذوذ، یعنی از شاذ بودن و از عللها یا علتها باید که پاک باشد. این 5 شرایطی حدیثی صحیح هست. خب در آنجا من کمی برای شما فهمانده بودم که شاذ یعنی چی، اما باز هم گفته بودم که شما انتظار شوید تا آن وقتی که ما به همین درسی شاذ برسیم که الحمدلله امروز به همین درسی شاذ رسیدیم. پس ببینیم که شاذ چی معنا دارد. از جهت لغوی اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور. از جهت لغوی من معنای این نوعها رو پیش میکنم، اما اگر از جهت لغوی نفهمید این باکی ندارد، از همه مهم است از جهت اصطلاحی هست. به هر حال شاذ، کلمه الشاذ این اسم فاعل هست از فعل شذ یشذ. خب فهو شاذ، این اسم فاعل هست که معنایش انفراد یا جدا شده یا انفراد کرده. خب پس شاذ معنای جدا شده از جمهور را دارد، از جماعت را دارد. خب و از جهت اصطلاحی چی معنا دارد؟ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو ارجح منه حفظا او اکثر منه عددا. شاذ حدیث است که راوی ثقه، اگر با یاد داشته باشه ثقه رو من برای شما فهمونده بودم، یعنی که ثقه آن کسی که عادل و ضابط باشد، یعنی که اعتمادناک، اگر به تاجیکی ترجمهش کنیم، اما بهتر است که ما همین کلمه ثقه رو استفاده کنیم چون که این اصطلاح حدیثی هست. به هر حال شاذ حدیث است که راوی ثقه آن را نقل میکند، اما آن با راوی های مخالفت دارد که نسبت به او از جهت حفظ برتری دارند یا در شماره راویان بیشتر می باشند. یعنی که در اینجا این خیلی تصور کنید که یک حدیث هست، یعنی که یک متن هست، خب که قول پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن می باشد یا فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم فرق نمی کند، اما قول را اگر تصور کنیم آسان ترین هست. و همین متن را می تواند که به همین متن 2 سند باشد. خب و طبق یک طریقش، طبق یک سندش در آن حدیث، در آن متن یا آن متن را طبق همین یک سند همین گونه روایت شود که در آن یک صفت هست یا یک کلمه اضافه هست یا یک مثلا اختلاف هست،
یک نقطه هست در همان متن که کمی این حدیث را از آن نوعی که دیگر راویان روایت میکنند جدا میکند. یعنی که میتواند که همین یک متن حدیث کمی با لفظهای دیگر یا با یکم لفظ اضافه علاوه یا با یکم نقطه علاوه یا با یکم صفت علاوه روایت شود که من انشاءالله مثال رو برای شما پیش میکنم. اما این یعنی اکثر راویان همین متن اکثر راویان همین متن این رو به یک طریقه روایت میکنند، اما از بین همین جماعت از بین همین راویان یک راوی این متن را چنین روایت میکند یا با این طریقه روایت میکند که در آن یک صفت هست یا یک کلمه هست یا یک نقصی هست، یک زیادی و کمی هست که مخالفت میکند. مخالفت میکند این جماعت کلان را. یا اینکه اگر جماعت کلان نباشد در اینجا دو تا راوی هست که یک متن را روایت میکنند و هر دویشان ثقه هستند، یعنی که با اعتماد هستند، اعتمادناک هستند، هم عادل هستند و هم خاطره کامل دارند. اما یکی از آنها از دیگرش زیادتر ثقه است، یعنی که زیادتر عادل هست و زیادتر از جهت خاطرش زیادتر خاطره کاملتر دارد. پس در این مثال دومی که من برای شما پیش میکنم، در اینجا همین راوی که کمتر ثقه هست اما باز هم ثقه هست، این حدیث خود را به همین یک طریقه روایت میکند که با این راوی که از او ثقه تر هست مخالفت میکند. خب این رو گفته میشود حدیسی شازز. اما با یک مثال بفهمیم. من برای شما در اینجا دو مثال دادم، شذوذ در متن و شذوذ در سند. اولا نظر میکنیم در متن حدیث، همین چیزی که من حاضر به چندین کلمه ها خواستم که فهمونم در همینجا برای شما فهمونده می شود. نظر کنید آن حدیثی که امام ابو داود و ترمذی روایت کرده اند من حدیث عبدالواحد بن زیاد عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هریره رضی الله عنه مرفوعا. خب از سببی که مشکل هست من کمی یعنی با عربی نمیگویم، با تاجیکی میگویم. یک حدیث را امام ابو داود و ترمذی روایت میکنند از یک راوی به نام عبدالواحد ابن زیاد و این شخص عبدالواحد ابن زیاد، خب نظر کنید به سند، این رو روایت میکند از امام اعمش از ابو صالح از صحابی ابو هریره رضی الله عنه و ابو هریره این را از مرفوعا که گفته میشود، یعنی که از خود پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت اذا صلى احدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. خب که پیامبر صلی الله علیه و آله چی گفت؟ هنگامی که یکی از شما نماز صبح را ادا کند یا ادا کرد پس به طرف راست خود بخوابد. فهمیدین؟ این یک حدیث شد که از سند عبدالواحد ابن زیاد روایت می شود. اما ببینید که یک عالم حدیث، یک محدث امام بیهقی در اینجا چی میفهماند؟ چی میگوید؟ خالف عبدالواحد العدد الكثير في هذا. همین عبدالواحد مخالفت کرد، یعنی به ضد یک گروهی، یک جماعت کلان رفت با این روایتش. از چی سبب؟ آنها چگونه روایت کردن این حدیث رو؟ میگوید فإن الناس انما رواه من فعل النبي صلی الله علیه و سلم لا من قوله. چونکه این گروه یا این جماعت بزرگی که به خلاف عبدالواحد هستند، آنها این حدیث را همچون عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردن، نه اینکه از گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب وانفرد عبد الواحد من بين ثقات اصحاب الاعمش بهذا اللفظ. و فقط عبد الواحد ابن زیاد هست که البته از شاگردان امام اعمش، از شاگردان ثقات یعنی با اعتماد امام اعمش، فقط همین راوی هست، فقط عبد الواحد هست که این حدیث رو چنین ذکر کرده هست. یعنی که گفته است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اذا صلى احدكم، وقتی که یکی از شما نماز صبح را ادا کرد پس به طرف راست خود بخوابد. اما این حدیث چی شد؟ شاذ شد. از چی سبب؟ از سببی که یک گروهی راویان با اعتماد به خلاف عبدالواحد این را همچون عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن، نه اینکه گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی که آنها گفتن از ابو هریره که ابو هریره گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که نماز فجر را ادا میکرد پس به طرف راست خود میخوابید. یعنی که این را همچون عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کرده است؟ روایت کرده است. پس این حدیثی که در آن
تنها یک راوی عبدالواحد این رو قول پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است، این همین نمودی یا همین نوع حدیث رو یا همین سندی این حدیث رو ما الحدیث الشاذ مینامیم و اون نوعی که در آن دیگر گروهی دیگر جماعتی راویان ثقه اون را همچون عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن، آن حدیث رو ما محفوظ میگوییم، چون که در اینجا دو نمود مقابل همدیگر هستند. پس آن نمودی که یعنی یک راوی ثقه مخالفت میکند به ضد یک گروهی کلانتر یا به ضد کسی که از او ثقه تر هست روایت میکند، حدیث او را ما شاذ میگوییم، یعنی پایانتر هست در درجه، و حدیثی که درستتر هست و دقیقتر هست به مقابل شاذ ما او را چی میگوییم؟ المحفوظ، که در این صحیفه بعدی من برای شما المحفوظ رو هم میگویم. خب پس امیدوارم که شما این رو فهمیدید. اگر به شما سوال خلق شود که چی فرق میکند، من در اینجا نفهمیدم که در اینجا مشکلات چیست که این رو ما از قول پیامبر صلی الله علیه و سلم بگوییم یا اینکه از فعلش. اولین نکته البته این است که چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته است ما نمیتوانیم بگوییم که او گفته است. پس فرق نمیکند که آن عمل را انجام داده بود، اما اگر نگفته باشد ما نمیتوانیم، ما هیچ وقت هرگز نمیتوانیم که بگوییم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت وقتی که نگفته باشد. فرق نمیکند که حتی گپی درست هم باشد، گپی خوب هم باشد. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم در فایده مثلا یگان میوگی اگر چیزی نگفته باشد اما از جهت طب این یک گپی خوب باشد، این یک گپی پر از حکمت باشد، آیا ما میتوانیم که این گپ رو با پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت بدهیم؟ البته که نه. برای چی من این گونه میگویم؟ برای آن که بعض فرقه های باطل وجود داشتن در تاریخ اسلام و مانند کرامیه که من در نوع موضوع حدیث های بافته شده برای شما نقل میکنم، اما حاضر چون که جایش رسید برای شما میگویم، خیلی جالب هست. گروهی الکرامیه به این عقیده و به این فکر بودن که اگر یک گپی خوب باشد، اگر یک گپی پر از حکمت باشد، گرچند که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته است اما باز هم ما در همین فکر هستیم که او گفته است، پس به او نسبت میدهیم. اما این کاملا نادرست هست، چون که اگر باید داشته باشید در فضیلت طلب علم من برای شما یک حدیث رو پیش کرده بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که قصداً به من یک دروغی رو نسبت دهد بگذار که جایگاه خود را از آتش آماده سازد. پس در آنجا فرق نمی کند که گپی خوب باشد یا بد. پس این نقطه اول هست که برای چی در اینجا ما مشکلات داریم. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه نگفته باشد، خب این گپ رو هیچ نگفته باشد، پس ما نمیتوانیم که به پیامبر صلی الله علیه و سلم این گپ رو نسبت دهیم. و نقطه دوم که از جهت فقه خیلی مهم هست این است که اگر بین قول پیامبر صلی الله علیه و سلم و فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر مخالفت باشد، پس همه وقت ما قول پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ترجیح میدهیم. از چی سبب؟ از سببی که افعال پیامبر صلی الله علیه و سلم، فعل های پیامبر صلی الله علیه و سلم میتواند که برای ما نباشد. یعنی که اگر این تنها از فعلش باشد احتمالی هست که این میتواند که خاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت خود بعضی عملهای را انجام میداد که برای ما نبود، تنها برای خودش بود، خاص از عملهای خودش بود، برای او خاص بود. پس اگر چیزی از عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد اما از قولش نباشد، ما نمیتوانیم که هر دوی این چیزها رو یعنی به یک درجه گذاریم، چون که اقوال پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم میتواند که به ما هم خطاب کرده باشد، به ما هم خطاب باشد، به ما هم دخل داشته باشد، اما در عملهایش همه وقت عملهایش به ما دخل ندارد، بعضا عملهایش برای خودش خاص هست. پس از این سبب هست که شاید گرچند که شما فکر کنید که در اینجا آنقدر اختلاف یا اینکه آنقدر گپی کلان نیست، اما نه، گپی کلان هست. گپی اول این است که ما نمیتوانیم که یک گپی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته باشد به او نسبت دهیم، گرچند که گپی خوب هم باشد یا گپی باشد که به عملش موافقت کند. و این چنین دوم این است که ما باید احتیاط کنیم که آیا یک کار، یک گپ از عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم هست یا از گفتارش. اگر از سخنش باشد این میتواند که یک حکمی قوی تر رو داشته باشد، حالان که اگر فقط از عملش باشد این یعنی در اینجا احتمالات زیادی هست. میتواند که خاص برای خودش باشد، میتواند که کسی که دیده باشد در غلط فهمی دچار شده باشد، که گمان کرده باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه کرده است امروز حالان که این گونه نکرده باشد، یا اینکه گمان کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم این یک عمل نو یعنی انجام داد اما در اصل شاید از سبب یگان بیماری، از سبب یگان عذر پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه کرده باشد.
فهمیدید؟ برای همین است که در اینجا این گپی کلان حساب می شود، نه اینکه گپی خرد. اکنون یک مثال برای شذوذ در سند. آن حدیثی که امام ترمذی و نسائی و ابن ماجه روایت کردن از طریق، یعنی که از همان سندی ابن عیینه عن عمرو بن دینار عن اوسجه عن ابن عباس. اکنون در اینجا مخالفت این در سند این حدیث هست، پس به سندش توجه کنید که در اینجا یک حدیثی را امام ترمذی و نسائی و ابن ماجه روایت میکنن از طریق ابن عیینه، از ابن عیینه رحمه الله، که ابن عیینه از عمرو بن دینار از اوسجه از صحابی ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند. و این حدیث این است که ان رجلا توفی علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم یدع وارثا الا مولا هو اعتقه. متن این حدیث اونقدر یعنی مهم نیست در اینجا که مردی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد و وارثی نگذاشت جز غلامی که او را آزاد کرده بود. یعنی به متن اونقدر توجه ندهید، چون که به فقه این متن نمی‌درایم، به سند این حدیث نظر میکنیم. پس در اینجا این سند رو این گونه کی روایت کرده است؟ ابن عیینه. و کی از ابن عیینه چی کرده است؟ پیروی کرده است. در اینجا میگوید که و تابع ابن عیینه علی وصله ابن جریج و غیره، یعنی که ابن جریج و دیگران از ابن عیینه پیروی کردند و آن را نیز با سندی وصل شده نقل کردند. یعنی که به مانند ابن عیینه که این گونه حدیث را روایت میکند از ابن عباس، این چونین ابن جریج هم همین گونه کرده است و دیگران. اما یعنی اکثر مردم در یک طرف هستند، اکثر راویان این حدیث رو تا ابن عباس رضی الله عنه بردند، این گفتنی رو، این خبر رو. اما و خالفهم حماد بن زید، یک راوی که باز هم راوی ثقه هست، یعنی که با اعتماد هست، این حدیث رو چگونه روایت کرده هست؟ فرواه عن عمرو بن دینار عن اوسجه ولم یذکر ابن عباس. یک راوی چی میکند؟ مخالفت میکند به ضد این راویان با اعتماد، این گفتنی رو روایت میکند، اما این گفتنی رو به ابن عباس نمیرساند، این رو از تنها تا اوسجه میرساند. این شد شذوذ در سند. یعنی که ما یک متن رو میبینیم که در یک طرف یک راوی با اعتماد این رو تا ابن عباس میبرد و این چونین یک تا نه، اما در این مثال ما هم ابن جریج هست، هم دیگران هست، یعنی که یک چند نفر راویانی با اعتماد این گفتنی رو، این خبر رو تا ابن عباس رضی الله عنه میرسانند. اما از بین این راویانی با اعتماد و ثقات یک نفر هست، یک راوی هست که نامش حماد بن زید هست که چی میکند؟ تا ابن عباس این روایت رو نمیرساند، بلکه به اوسجه میرساند. پس از این رو امام ابو حاتم که یکی از محدثین هست، یکی از عالمان حدیث هست، چی میگوید؟ حدیث محفوظ حدیث ابن عیینه هست. یعنی که وقتی که محفوظ گفته می شود، یعنی که آن حدیثی که نمودش یا اینکه آن حدیثی که درستر هست این نوعی یا اینکه آن نمودی ابن عیینه هست، آن حدیثی که آن طرزی که ابن عیینه روایت کرده هست، آن طرز حدیث محفوظ حسابیده می شود. اما آن حدیثی که در اینجا حماد بن زید روایت کرده است، این رو شاذ میگوییم از سببی که مخالفت کرده است. امیدوارم که شما این رو خوب فهمیدید. خوب چی میگوید؟ گرچند که حماد بن زید از اهل عدالت و ضبط هست، خوب این را در نظر دارد حماد بن زید، باز هم امام ابو حاتم چی میگوید؟ روایت کسانی رو که در شماره از او بیشتر بودند برتر دانست. این بود الشاذ. اکنون آخران نو یک 10 دقیقه مانده هست، همین را هم به انتها میرسونیم. تعریف حدیث منکر. در این صحیفه گذشته میخواهم که شما فراموش نکنید که در اینجا من این نوع را هم برای شما فهموندم و برای این نوع یک قسمت مستقلانه و جدا نمی آرم از سببی که این علاقه در شذوذ داخل می شود. یعنی که علاقه در همین قسمت شذوذ محفوظ هم فهمانده شد. چی طور؟ از سببی که دو حدیث مقابل داریم یا اینکه دو طریق مقابل داریم. یکم طریقش حدیثی هست که راوی با اعتماد ثقه روایت میکند، در این طرف خب نمودی که آن راوی یعنی روایت میکند، و در مقابل این حدیثی هست که یک گروهی از راویان روایت میکنند یا اینکه یک راوی که زیادتر ثقه هست یا اینکه زیادتر با اعتمادتر هست. پس این حدیثی که این راوی با اعتماد مخالف کرده، مخالف به راوی ثقه‌تر روایت میکند، این را ما میگوییم شاذ. و همون نمود و همون طریقه یا همون روایتی که به مقابل این راوی شاذ روایت میشود، اون روایت رو ما
روایتی محفوظ میگوییم، یعنی که درست‌تر یا اینکه دقیق‌تر از شاذ. اکنون میگذاریم به حدیث منکر و منکر هم یک مقابل دارد. با مانند شاذ هم همین دو طرف دارد، یعنی که از دو طرف راویان روایت میکنند، یک طرفش درست‌تر از دیگر طرف. همین خل هم مقابل دارد و این مقابل این نوع را ما معروف میگوییم. خب پس فراموش نکنید که شاذ و محفوظ و منکر و معروف. خب اکنون تعریف الحديث المنكر چیست؟ لغة هو اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار. از جهت لغوی منکر اسم مفعول هست از انکار. خب و این ضد اقرار هست، یعنی که انکار کردن. به تاجیکی هم میفهمیم آسان هست. از جهت اصطلاحی چی معنا دارد؟ عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعدده اشهرها تعریفان. من یک خریطه حدیث رو هم برای شما بعد از فهماندن این نوع برای شما پیش میکنم و همچون خلاصه این درس ها که همه چیز یک باره چی شود تکرار شود. اما در اینجا همین قدر بفهمید که برای حدیث منکر دو تعریف هست، اما از هر دو این تعریف ها عموما این دویم تعریف ترجیح داده می شود و عموما همین دویمش استفاده می شود، استعمال می شود. پس چی معنا دارد؟ در اینجا علمای حدیث برای منکر تعریف های گوناگون دادند، مختلف دادند که معروف ترینشون دو تعریف هست. یکم این است که و هو الحديث الذي في اسناده راو فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه. حدیث است که در سند آن راوی موجود هست که خطای زیادی صادر میکند، خیلی زیاد خطا میکند. خب فحش غلطهایش خیلی زیاد هست، یا غفلتش یعنی که به اهمیتیش خیلی زیاد هست. خب غفلت، این رو غفلت هم گفته میشد، غفلتی او یا اینکه غفلتی او به اهمیتی او خیلی زیاد هست. او ظهر فسقه یا اینکه فاسق بودن آن، فسق آن آشکارا هست. این یکم تعریفی حدیث منکر هست. اما تعریفی که حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمه الله، یکی از عالمان مذهب شافعی و اینچنین یکی از عالمان حدیثی یعنی برجسته که من برای شما قبلا گفته بودم که یکی از بهترین شرح‌های صحیح البخاری را تصنیف کرده است، فتح الباری، چی تعریف می‌دهد در همان نزهة النظرش؟ میگوید که هو ما رواه ضعیف مخالفا لما رواه الثقة وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. منکر حدیث است که راوی ضعیف آن را برخلاف روایت راوی ثابت و معتبر نقل کرده است. این تعریف را حافظ ابن حجر ذکر کرده است، یعنی که همین حدیث، همین نمودی حدیث به مانند حدیثی شازز هست، اما در اینجا یک فرقیت همین است که کسی که مخالفت میکند با راوی ثقه، با راوی با اعتماد، خودش ثقه نیست، خودش ضعیف هست. اگر باید داشته باشید در این حدیث شاذ من برای شما فهمانده بودم که یک حدیث رو گویم که دو طرف روایت میکنند، یک طرف از این طرف، یک کس از این طرف و یک کس از این طرف یک حدیث رو روایت میکنند. خب یک حدیث رو روایت میکنند، اما البته اگر آنها این حدیث رو البته که کاملا با عین لفظ ها روایت نمیکنند، هر دو این طرف ها کاملا این حدیث را با یک لفظ ها روایت نمی کنند. یکی از این طرف ها کم این حدیث را با یک کمبودی یا زیادتی روایت می کند. از این سبب آنها فرق می کنند، آنها مخالفت می کنند. این گونه بود یا آن گونه بود. چطوری که من برای شما مثال دادم که یک طرف حدیث را همچون قول پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند و طرف مقابل آن حدیث را همچون عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند. پس در حدیث شاذ که بود، هر دوی آنها، هر دوی این طرف ها، هر دوی این راویان با اعتماد هستند. فقط طرفی که دقیق تر هست، این راوی با اعتماد تر هست، ثقه تر هست، یعنی اوثق هست، زیادتر با اعتماد هست. اما هر دویشان راویانی قابل قبول هستند. اما از سببی که این راوی که ثقه هست مخالفت میکند یک گروه کلانتر را یا یک کسی را که از او زیادتر ثقه هست، زیادتر با اعتماد هست، خاطره کاملتر دارد، از این سبب حدیثی همان راوی با اعتمادتر را ترجیح داده می شود و این چنین حدیثی راوی که یعنی ثقه هست اما کمتر ثقه هست او را شاذ گفته می شود، حدیثی او را شاذ گفته می شود و حدیثی کسی که به مقابل او روایت می کند یعنی که حدیثی راوی اوثق او را چی گفته می شود؟ حدیثی محفوظ. و همین خیل هست در تعریف حدیث منکر.
یعنی که دو طرف، یک راوی از این طرف هست و یک راوی، یعنی که چند راوی از طرفی مقابل هست و آنها یک حدیث رو روایت میکنند. خب اما در حدیث کمی اختلاف دارند، یا در سندش، یا در این که این قول پیامبر صلی الله علیه و آله هست یا عمل پیامبر صلی الله علیه و آله، یا آیا در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله این کلمه رو گفته است، این کلمه رو اضافه کرده است یا نکرده است، اختلاف دارند، مقابل یک دیگر هستند. اما در این طرف این راوی که هست این حتی ثقه نیست، حتی با اعتماد نیست، خودش ضعیف هست و با این هم مقابل روایتی یک راوی که ثقه هست روایت میکند. پس در این وقت آن حدیثی که از این طرف روایت می شود، یعنی همان نمودی که طرفی ثقه روایت میکند، او را ما ترجیح میدهیم و او را ما حدیث معروف میگوییم و حدیث این راوی غیر با اعتماد را یا غیر ثقه را ما حدیث منکر میگوییم. خب پس این خیلی مشابهت دارد، یعنی خیلی مانندی دارد با شاذ، اما بین آنها فقط یک فرقیت هست. فهمیدید؟ برای همین اگر دوباره این رو خوانید انشالله مشابهت آنها رو خواهید فهمید. اکنون مثال رو نظر کنید. ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن ابي اسحاق عن عيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضعيف دخل الجنة. یعنی یک حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید هر کسی که نماز برپا کند، زکات دهد، حج کند، روزه دارد و به ضعیف کمک کند، به جنت داخل خواهد شد. امام ابو حاتم چی میگوید؟ هو منکرون. این حدیث، همین حدیثی که حاضی من برای شما ترجمه کردم، این حدیث منکر هست. لأن غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف. میگوید که این نمود که در اینجا این شخص حبیب ابن حبیب اولی سند هست تا آخری سند به نبی صلی الله علیه و آله میرسد. طریقی یا اینکه نمود حبیب ابن حبیب که تا ابن عباس میرسد، از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله چنین گفت. این حدیث، این نمودی حدیث چی هست؟ منکر هست، از سببی که کسانی که به مخالفی طریقی حبیب هستند. ببینید در اینجا حبیب از کی روایت میکند؟ از ابی اسحاق. خب پس شیخ در اینجا، استاد در اینجا ابو اسحاق شد. در اینجا اگر ابو اسحاق باشد، خب از ابو اسحاق چندین تا شاگردانش این حدیث رو روایت کردند. خب و یکی از این شاگردان کیست؟ این شخص حبیب. در اینجا من زیاد نوشته نمیتوانم، اما در اینجا می نویسم این یگانه طریقی یا نمودی همین حبیب هست که این حدیث رو چنین روایت کرده است از قول پیامبر صلی الله علیه و آله. اما در اصل امام ابو حاتم که یک محدث هست میگوید که نمودی که همین حبیب روایت میکند این منکر هست، از سببی که دیگر راویان ثقه، یعنی اینها گویم فرض کنیم اگر 3 شاگرد دیگر این حدیث رو از ابو اسحاق روایت کنند که برمیگردد به ابن عباس، این حدیث رو در اصل چگونه روایت کردند؟ از ابن عباس روایت کردند. همچون موقوف اگر باید داشته باشید، حدیثی رو گفته می شود که یا خبری رو گفته می شود که به گفته یا فعل صحابی می رسد، نه اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله. پس این 3 شاگرد دیگر از ابو اسحاق این حدیث رو همچون یک خبری موقوف روایت کردند، یعنی که این را همچون یک سخنی ابن عباس صحابی نقل کردند، نه اینکه یک سخنی پیامبر صلی الله علیه و آله. حالان که تنها این حبیب هست که خودش هم ضعیف هست، این حدیث رو از استادش همچون قول پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر کرده است. و در اینجا ابو حاتم میگوید که همان نمودی که درست هست، همان طریق، یعنی همان سندی که درستتر هست، این روایتی دیگر راویانی که از ابو اسحاق روایت کردند، نمودی که آنها، سندی که آنها یا حدیثی که آنها روایت میکنند، همان نوعی که آنها روایت میکنند، آن نوع چی است؟ معروف هست، یعنی که درست هست، دقیق هست، بخلاف نمودی که حبیب نقل میکند یا اینکه روایت میکند که این نمودی همون حبیب را ما چی میگوییم؟ منکر میگوییم. یعنی که در اصل این حدیث قول پیامبر صلی الله علیه و آله نیست، بلکه قول ابن عباس هست و این راوی ضعیف در اینجا مخالفت کرده هست و حدیث آن همین حبیب حدیث منکر گفته می شود. و منکر که هست حدیثی است که ما قبول نمی کنیم، یعنی که حدیثی ضعیف هست که من حاضر در جدول به شما نشان می دهم. آخرین صحیفه همین است که رتبه حدیث منکر چیست؟ یتبین من تعریف المنکر المذکورین
آنفا أن المنكر من أنواع الضعيف جدا. از تعریف های ذکر شده برای منکر روشن می گردد که منکر یکی از نوعهای حدیث های بسیار ضعیف می باشد. خب اکنون اینجا رو نظر کنید، یک 5 دقیقه دیگر. ما امروز یعنی خلاصه درس امروز چی شد؟ ما امروز از حدیثی معنعن گذشتیم. ما در این قسمت بودیم، حدیث هایی که رد می شوند یا اینکه اگر باید داشته باشید من این رو روشن کردم که رد می شوند همه وقت نه، بلکه باید جستجو کرد آنها رو. ما اینها را از بخشی از سقط و ظاهر گذشته بودیم. سقط ظاهر وقتی که ظاهر و روشن دیده می شود که از سند کسی افتیده است، کسی حذف شده است، و به سقط خفی داخل شدیم. مدلس و مرسل را در درس دهم گذاشتیم و در این درس معنعن و مؤنن را هم گذاشتیم. در اینجا ببینید میگوید که ما روی بسند فی فلان عن فلان و مؤنن ما روی بسند فی حدثنا فلان ان فلانا قال. خب پس این قسمت رو این بخش رو المردود بسبب سقط من الاسناد ما به انتها رسانیدیم. آن حدیث هایی که باید جستجو شوند یا اینکه اگر یک سندی درست‌تر به آنها پیدا کرده نشود آنها رد کرده می شوند، این بخش رو ما به انتها رسانیدیم و به این بخش حالا داخل شده ایم. بخشی که حدیث باید جستجو کرده شود یا اینکه اگر یک سندی درست با آن پیدا کرده نشود رد کرده می شود از سبب طعن فی الراوی، از سبب یک کمبودی، یک نقص در خود راوی. و در این درس امروزه ما از شاذ گذشتیم و از منکر. ببینید در اینجا همین نویسنده چی میگوید؟ میگوید که شاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولی منه و یقابله المحفوظ. آن حدیثی که یک راوی مقبول یا اینکه ثقه گفته می شود روایت می کند که مخالفت می کند یا اینکه بزیدی آن کسی که از او اولا هست، از او بهتر هست از جهتی با اعتماد و عادل بودن. و همان حدیثی که به مقابل شاذ هست او را ما محفوظ می گوییم. و این چنین از این بخش گذشتیم از منکر که هو ما رواه الضعیف مخالفا لما رواه الثقة. منکر آن حدیثی را گفته می شود که راوی ضعیف، یک راوی که خودش ضعیف باشد، به خلاف راویان ثقه روایت می کند و آن روایت آن راویان ثقه را چی گفته می شود؟ معروف. خب یا دوم یعنی تعریف را پیش می کند آن حدیثی که در اسنادش یک راوی باشد که فحش غلطه، خیلی زیاد غلطی می کند، او کثرت غفلته یا اینکه خیلی زیاد به اهمیتی می کند، به اهمیتی ها دارد، او ظهر فسقه یا اینکه فسق همان راوی ظاهر شده باشد. پس انشاءالله در همین جا درس ما به انتها میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.